سلام دوستان عزیز، دوستان بزرگوار. ما آمدیم با این ویدیو جدید از پایان کارمون که 2 طبقه ساختمونه و باید پروژه عملیمونه در شهر زیبای بصره در کشور عراق. همینجوری که می‌بینید این قسمت که همون دستشویی و سرویس بهداشتیشه که الان تکمیل شده، کارش تمام شده و به این صورت هم سقفش PVC جا برای PVCش گذاشتیم. همین که این حمومشه که به صورت 2 گله زیر دوش کار شده. دوشش جای صابونیش این جای صابونیشه، جای صابونیش به صورت برجسته بیرون کار شده، همونجوری که خود صاحبخونه دوست داشته بود و ما براش اجرا کردیم. این هم قسمت دستشوییشه که کار شده و به زیبایی هرچه تمام‌تر اجرا شده. این سرامیک عقیق ساخت کشور ایران 40 در 120 و فوق‌العاده زیباه. حالا بیایم این قسمت میرسیم به اجرای کار در قسمت پله‌ها. یکی از زیباترین کارهای اجرا شده در این ساختمان و این منزل. همونجور که می‌بینید پله به صورت گرد اجرا شده و زیبا کارش به اتمام رسیده. زیبایی کار، ظرافت کار و تمیزی کار شما می‌بینید در کارکرد استادکاران عزیز ما ببینید. اینجا به این صورت اجرا شده که ساختمون کاملا سرامیک و کاشی و پله‌اش دست خود ما اجرا شده. عرضان رو می‌بینید در سمتی و با چسب کاشی بعد از اتمام کار اجرا کردیم. تمام شده و زیبایی خاصی به این منزل داره. بازم همین قسمت می‌رسیم که اینجا به قسمت پله طبقه دوم ساختمان می‌رسیم. همینجور که می‌بینید اینجا پله‌ها طوری اجرا شدن که ما اومدیم دو تا سکوی استراحتگاه برای پله علت شیب تندی که در بتون‌ریزیش داده بودن اومدیم دو تا استراحتگاه دادیم و این استراحتگاه رو بزرگتر اجرا کردیم تا شیب پله رو بگیریم و پله شیب کمتری داشته باشیم. همینجور که می‌بینید هرچی که بالاتر می‌ریم هم شیب پله کمتر میشه و هم راحتی برای افراد میانسال و بزرگسال